أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه کار است که اگر ما در این ماه مبارک این سه کار را انجام دهیم، یقینا باور داشته باشیم که الله گناههای گذشته ما را میبخشد، مغفرت میکند. اول اینکه رسول اکرم علیه السلام در حدیث فرمودند: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتند هر انسانی که روزه بگیرد ماه رمضان را از روی اعتقاد داشتن به اینکه این ماه را الله روزه اش را برای ما فرض کرده است و از روی اینکه روز قیامت الله برای این روزه هایی که گرفتیم برای ما اجر و ثواب عطا می کند، روزه گیرد، گناه های گذشته آن بنده بخشیده می شود. دوم حدیث: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. گفتن هر انسانی که راست ایستادن نماز خواند، یعنی نماز خواند شبهای رمضان از روی ایمان داشتن، باور داشتن، اعتقاد داشتن و از روی اینکه روز قیامت الله این راست ایستادگی ما را در نمازهای تراویح، در ختمهای قرآن، در قیام اللیل که شبهای رمضان میگذرانیم اجر و ثواب و پاداش و مکافات عطا میکند، گناه های گذشته اون بنده را الله مغفرت میکند. سیوم حدیث است که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر انسانی که قیام دارد شب قدر را از روی ایمان داشتن، باور داشتن، اعتقاد داشتن و از روی این که روز قیامت الله اجر و مکافات پاداش این شب زنده‌داری ها را برای ما عطا می کند، گناه گذشته اش بخشیده می شود. البته در بخشیده شدن گناه ها بین علما دو قول است. یکی این که جمهور علما بر اینند که فقط گناه های معده بخشیده می شود، که انسان تا این روز، تا رمضان اگر چند سالی که عمر دید گناهی صغیره انجام داد، خطاگی های خرد انجام داد، بخشیده می شود. و بعضی علما بر این قولند که نه، گناه های کبیره و صغیره، کلان و خرد همش بخشیده می شود، زیرا که اینجا خصوص آوردگی نیست. به هر صورت بعضی علما برای بخشیده شدن گناه های کلان کبیره شرط های خود گفتند که یکی از شرط های این که گناه های کلان، گناه های کبیره از انسان بخشیده شود این است که از همون گناه کلان به مثل زنا، به مثل شراب نوشی، به مثل آدم کشی، به مثل ظلم، هر گناهی که کبیره است از اون پره خود را بکند. دوم این است که از گناهایی که کرده بود پشیمان باشد. سوم شرطش این است که کوشش کند که به طرف اون گناه کبیره باز نگردد. با این شرط ها گفتند گناه های کبیره بخشیده می شود. و چهارم شرط هم دارد، اگر در حق یگان انسان باشد باید حق اون انسان را ادا کند. اگر مال از اون انسان به ظلم و زوری، به فریب، به هر راه گرفته باشد، راه ناحق برگرداند و اگر آزار و اذیت داده باشد اون را بخشش پرسد تا این که اون انسان از جرمش درگذرد و گناهش بخشیده شود. یک قصه است که دو مرد به مدینه منوره وارد شدند از یک قبیله. در زمان رسول اکرم علیه السلام یکیش در جنگ شهید شد و دیگریش 1 سال دیگر عمر دید و بعد از آن وفات کرد. صحابه در خواب دید اون نفری که 1 سال بعد وفات کرده بود پیشتر داخل جنت شد و در حیرت ماند که چرا این صحابی اول در جنگ شهید شد اما اون صحابه دیگر که 1 سال بعد به دیگر سبب از دنیا رحلت کرد، فوت کرد، اون پیشتر داخل جنت شد. و خبر به رسول اکرم علیه السلام رسید و آن حضرت علیه السلام از تعجب این صحابه
تعجب کردند که چرا شما تعجب میکنید، در حیرت هستید. آیا همین مردی که 1 سال باز زنده بود آیا نماز نخواند؟ گفتند بله نماز خواند. گفت آیا در این 1 سال روزه نگرفت؟ گفتند بله روزه گرفت. گفت همین است که این 1 سال که این بنده، این صحابی عبادت کرد، الله گناههای این را بخشید، ثواب و اجر و مکافات و پاداش زیاد به خود کسب کرد. همین است دوستان که وقتی که ما از روی ایمان داشتن و از روی اعتقاد داشتن و از روی باور داشتن که روز قیامت الله برای ما ثواب و اجر و پاداش و مکافات عطا میکند گفته روزه بگیریم، باور داشته باشیم، یقینا الله گناههای ما را میگذرد و اون ثواب و اجر و پاداشی که وعده کرده است به ما عطا میکند ان شاء الله. دیگر حدیث هم از رسول اکرم علیه السلام روایت شده است: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. گفتن که روزه که این علما میگن که عمومی روزه است، چه روزه ماه رمضان چه غیر رمضان، و قرآن که عالم ها شرح دادن که معنای قرآن همون قرآن هست که در نمازها خونده می شود. شفاعت میکنند، میانه روی میکنند، واسطه میشوند بین بنده در روز قیامت. رمضان می گفته است ای پروردگار من باز داشتم، منع کردم این بنده تو را اینکه در روز رمضان طعام بخورد یا که شهوت رانی کند، پس شفاعت من را، میانه روی من را برای این بندت قبول فرما. و قرآن عظیم الشأن می گفته است ای پروردگار من منع کردم، باز داشتم این بنده تو را از خواب شب که شبهای رمضان در تراویح 8 رکعت 20 رکعت یا که از این زیادتر یا کمتر قرائت قرآن را در نماز می خواند یا گوش می کرد، به ایمان و اعتقاد باور داشت، از اجر و ثواب این امید داشت. شفاعت من را در حقش قبول کن، میان روی من را، واسطه شدن من را در حق این بندت قبول کن. پس الله شفاعت این دو را برای این بنده گناهگار قبول میکرده است. الله ذوالجلال برای ما و شما عطا بفرماید که این روزهای باقی مانده این ماه مبارک و شبهای به حسابی که کم مانده است توفیق و هدایت عطا بفرماید تا اینکه عبادت‌های الله را بجا بیاریم از روی ایمان و اعتقاد و خیر و احسان در این روزها زیاد بکنیم و توبه و استغفار، ذکر و تسبیح، صلوات به پیامبر علیه السلام و دعا در حق کل مؤمنان مستضعف و مظلوم را فراموش نکنیم و از همه زیادتر، از همه اجر و پاداش بزرگتر قرائت قرآن است، خواندن قرآن است. در این روزها و شبها کوشش کنیم هرچی قرآن را زیادتر بخوانیم تا که اون وعده که الله برای روزداران ماه شریف رمضان وعده کرده است ما و شما با نصیب گشته باشیم. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.